بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ان الحمد ونحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. نشهد ان لا اله الا الله و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله، به خدا شکری به عدد در این روزی مبارک، روزی پرفیض، روزی پربرکات، روزی خرسندی، روزی شادی که انشاءالله خدا خواهد از جانب الله سبحانه و تعالی برای انشاءالله امتای محمدی صلی الله علیه و سلم مخصوص روزی جمعه را عطا کرده است. الحمدلله، چون که روزها را بهترینش روزی جمعه است. 7 روز به همین روز جمعه زینت داده هستند. الحمدلله عزیزان من که ما و شما در این روزی خرسندی، روزی شادی در تمام روی دنیا که انشاءالله مسلمانان زندگی میکنند در این روز، الحمدلله روزی چی امر معروف نهی از منکر، روزی انشاءالله خدا خواهد طاعت، عبادت، حج المساکین، انشاءالله بهترین روز ما و شما قرار داریم. الحمدلله الله سبحانه و تعالی دنی صحت داد، خاطر جمع و شما عزیزان الحمدلله یعنی هم صحبت شدن الله سبحانه و تعالی مناسب بید. امروز موضوع ما درباره انشاءالله پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در عرفه ماه مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داریم. انشاءالله یک چند روز بعد 7 انشاءالله خدا خواهد یعنی ماه مولود، ماه پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخل می شود. عزیزان من الحمدلله خدا خواهد پیش از زمین انشاءالله ما یعنی یک آیت زیرینه سوره احزاب آیت 56 و شرحش خدا خواهد شروع میکنیم. الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یعنی ای محمد ما تو را نفرسوندیم مگرم برای تمام روی دنیا رحمت للعالمین آفریدیم. عزیزان من پیغمبری ما شما محمد صلی الله علیه و سلم چی به انسان ها چی به جن ها به همه چی بدن انشاءالله خدا خواهد یعنی پیغمبر بدن. پیغمبر پیشین انشاءالله مخصوص برای یک قوم و یک جمعیت پیغمبر بود، لیکن پیغمبر آخر زمان ختم المرسلین محمد صلی الله علیه و سلم شد با کل انشاءالله یعنی مردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ملت جدا نکردند یا که با قوم و گروه ها جدا نکردند ما و شما را، بلکه عامتا چی اینس است چی جین است چی تاجیک است چی ازبک است چی قرغیز است چی قزاق است فرقی ندارد انشاءالله، چی روس است چی فرانسه است چی انگلیسی است همش انشاءالله خدا خواهد چی است پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین است. ما به یک انشاءالله خدا خواهد درودی رسول الله صلی الله علیه و سلم آغاز میکنیم و صحبت انشاءالله خدا خواهد ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا ای طالبی جنت درودی مصطفی میگوی، شنیدی نامی آن حضرت درودی مصطفی میگوی. سحر از خواب چو خیزی زدیده اشک و خون ریزی، دل با درد آمیزی درودی مصطفی میگوی. سحر از خواب چو خیزی زدیده اشک و خون ریزی، دل با درد آمیزی
درودی مصطفی میگوی. پسی هر طاعت و عادت فراغی شادی و حضرت، چو میلت هست به حضرت درودی مصطفی میگوی. پسی هر طاعت و عادت فراغی شادی و حضرت، چو میلت هست به حضرت درودی مصطفی میگوی. چو رفتی جانبی مسجد که تا گردی در او ساجد، گرفتی راهی حق باجید درودی مصطفی میگوی. چو رفتی جانبی مسجد که تا گردی در اون ساجد، گرفتی راهی حق باجید درودی مصطفی میگوی. چو بر بستان گذر کردیم بروی گل نظر کردیم، مشامت را خبر کردیم درودی مصطفی میگوی. چو بر بستان گذر کردیم بروی گل نظر کردیم، مشامت را خبر کردیم درودی مصطفی میگوی. مشامت را خبر کردیم درودی مصطفی میگوی. اللهم صل و سلم و بارک و زد علیه. چون که عزیزان من این دوست داشتنی محمد صلی الله علیه و سلم از یعنی ایمان است. عزیزان من الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان برای ما و شما توصیه می‌دهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. الله سبحانه و تعالی میگه اگر شما دوست دارین خدا را بس تابع محمد شوید. البته محمد انشاءالله خدا خود دوست دارین، دوست می‌دارد الله شما را. از این آیت کریمه معلوم می شود که از آن من دوست داشتن محمد صلی الله علیه و سلم این از ایمان است. کسی که محمد انشاءالله بد می بیند و کافر می شود. کسی که انشاءالله محمد دشمن می دارد، محمد ناجوی حقارت می کند و برای انشاءالله خاموش کردن دین حرکت می کند، بر وی انشاءالله لعنت خدا است. چون که محمد علیه السلام الله دوست می داشت. بهترین انشاءالله مخلوق نزد الله که است محمد صلی الله علیه و سلم است که الله سبحانه و تعالی در دمگه خودش نامش جایگیر کرد. لا اله الا الله محمد رسول الله. دیگه کسی جایگیر نکرد. شعاری انشاءالله محمدی صلی الله علیه و سلم بجایی که لا اله الا الله میگویی البته در عقیبش صلوات دارد. محمد صلی الله علیه و سلم از دوستداریش الله سبحانه و تعالی در 114 سوره علاهیده به نام محمد یک سوره فرستاد، سوره المحمد صلی الله علیه و سلم. چه در جنت انشاءالله، چه برای محمد مقام عالی ترین است، جایهای بهترین است. پیغمبر علیه السلام ده که الله شانس دادگی است، یگان پیغمبر ندادگی نیست. همه دیگر پیغمبرها را به نامش خدا دعوت کرده است، لیکن محمد چی رسول گفته انشاءالله خدا. یا موسی یا عیسی میگن. ببینید
همین محمد صلی الله علیه وسلم باید که برای ما شما محب دلها باشد، باید انشاءالله دوست داریمش، برای دفاع دین این تیار باشیم انشاءالله. خدا خواهد نمانه که در یگان ملعون در حق محمد گپ ناجوی زند، اقلا در دهن زده نمیتانی. که کدام انسان که ایمان ندارد ضد دین کار میکند، این ضد عالما مبارزه میبرد. کسی که ضد عالما را مبارزه بردی تو ضد محمد برمدی، ضد محمد برمدی ضد الله برمدی. تصور کن، چون که العلماء ورثة الانبیاء، عالم ها میراثخوان پیغمبرها هستند. حسن بصری رحمت الله علیه میگن لولا کالعلماء لصار الناس کالبهائم، اگر عالمان نباشند این مردم حیوان ده میگردند. من در غرب امروز در اروپا نه خواهرش چه میشناسه نه مادرش میشناسه، که بخواه حیوانانه تجاوز میکنه. بدبخت. اگر امروز خدا خواهد این گفت و شنید عالمای محمدی هم نباشد، ما هم آیسته آیسته حلال و حرام و نیک و بد و ثواب و جدا نمیکنیم میشیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای دین یک دقیقه هم خواب نرفتن. وقتی که اهل مکه را دعوت کردن به یک خدایی، دعوای محمد چی بود؟ فقط میگو بگو لا اله الا الله، انشاءالله جنت میدرایی. از عرق گرد، از زنا گرد، از دزدی گرد، قمار بازی گرد. چون که عیناً در مکه مکرمه بالکل تمام دنیا در تاریکستان غوطیدگی بود. چون که در مابین 600 و چند سال حضرت عیسی علیه السلام آسمان برمده برفتن، مابین 600 و چند سال گذشت. 6 عصر، بعد 6 عصر شما تصور کنین. ما شما 70 سال دوری به خدایی گذروندیم، 70 سال در دوری پارتی کمونیستی دوری به خدایی گذروندیم، بالکل همه خدا را فراموش کرد. حتی بسم الله گفتن جنایت بود، مسجد داخل شدن جنایت بود. ما در دوری 70 سال چقدر عالما را دست دادیم، چقدر علم عقیب رفت، چقدر اسلام خدا خواهد امتهای محمدی دور شد ای دین. حتی به جنازه چقدر آدم ها رفتن، به نکاح چقدر آدم ها یک جای شدن. این دهشت نیست؟ خدا نگه دارد. الحمدلله. و تو فعلین دموکراتیا الحمدلله ما شدیم صاحب الحمدلله، یعنی این بهترین خدا خواهد علم شدیم، خدا شناس شدیم، پیغمبر شناس شدیم، مسجد شناس شدیم. به ملال سخن میکرگشتیم انشاءالله با قوم و جمعیت خود درباره الله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که مکه در دعوت سر کردند، بسیار کافرها رسول الله صلی الله علیه و سلم آزار دادند و مجبور شدن به طائف چیکار کنن؟ هجرت کنن. وقتی که به طائف رفتن، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهل طائف میگه پیشواز برمد و تمام فرزنداش امر کرد که محمد از سنگ باران کنین. بینین عزیزان من، پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنان سنگ باران کردن که حتی کفش مبارکش میگه پره خون شد. زید بن ثابت میگه من حمایه میکردم بعد لباسم با چیزم که علاج نبود، مثل باران سنگ بالای محمد میبارید. یکی دعوای محمد پول نبود، دعوای محمد دلار نبود، ماشین نبود، زمین نبود، مملکت نبود. دعوای محمد چی بود؟ لا اله الا الله بود. ای مردم از راه بد گردین بود، خدا را شناسین. این عملای شما همش باطل است، این کارهای شما خطا است. محمد هم این سه دعوت میکرد، برای ماشین نرفت، برای پول دنیا و خونه و مملکت و زمین نرفت. من امروز تمامی حکومت ها برای زمین، امروز برای مال و دنیا و نفت امروز خونریزی میکنن. پیغمبر اسلام تایی که مردمه
دعواش چی بود؟ قوم ها را، بنده ها را به خدا آشنا کردن بود که از این راه جاهلیت بگردن، از راه فساد بگردن، انسانی خوب شوند بود. رسول الله میگه هلاک شد، در یک گوشه راه شیشتن. در این حالت میگه الله سبحانه و تعالی هر انشاءالله لشکرها دارد، هر انشاءالله خدا خواهد جزا میدادگی ها دارد. جبرائیل امین گفت زود رس پیش محمد صلی الله علیه وسلم و فریاد محمد رس که امروز حبیبی من خونشار و خونسار کردن. جبرائیل امین میگه نزدی محمد اومد صلی الله علیه وسلم. گفت ای محمد اگر گفت بخوای گفت تلفن نکته بردار یک بار بسی خدا، بردار دستات از الله پرس. همین دو کویه که نزد طائف است، فرشته ها موکلن در این کوه ها، فرمان میتیون همین که بالای همین قاب چپه میکنن. پیامبر علیه السلام چی دعا کردن؟ دستاشو برداشتن مثل یک تلفن. اللهم اهدی قومی فانهم لا يعلمون بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا شریک به شیئا. عایشه صدیقه روایت میکند این سخنی مبارکی پیغمبر. رسول میگه پروردگارا همه قوم ها را برای حق هدایت کن که اینا من نمیدونن، اینا دین درست بودنش نمیدونن. من امید میکنم که خداوند حق سبحانه و تعالی از همین قوم طائف، از یعنی صلب پدرش، از رحم مادرش، یک انشاءالله بنده ها را خدا با وجود میاره که برای یگانگی الله انشاءالله خدمت میکنن و به خدا شرک نمیارن. از همین امید گفت من قوم دعای خوب میکنم. ببینید پیغمبر علیه السلام یگان دعای بد کرده نیست. ابو لهب ملعون کرد، سبب اون ملعون از حد گذروند، از حد به حد محمد آزار داد. ملعونی بدبخت دختراش داد. ام کلثوم رقیه در نکاح بچه های ابو لهب ملعون بود. آخرین غضب رسول آوردنش که بچه هاشا گفت بره، گفت دخترای محمد در روش گفت طلاق کنه. ایلا گفت من از شما راضی نیستم. اومدن میگه در روی پیامبر صلی الله علیه وسلم دخترای مبارک شونه طلاق کردند. بسیار آزار میداد پیامبر اسلام، حتی که خدا باید دعا کرد استعیذ بالله تبت یدا ابی لهب و تب. خدا دعاش کرد که دستای ابو لهب کار شود، چون که با دستاش حرکت میکرد، با دستاش میزد، با دستاش سنگ میپرتافت زید رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید پیغمبر علیه السلام چنین انشاءالله خدا خواهد دعا میکرد. یک روز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دستاش برداشت، امتم گفته، میگه گریه کرد. دایم در غم امت بود. حضرت بزرگا هم در چند مثل شعری آورده‌اند تا میگه دمی که محمد زنده بود فقط امت میگفت. حتی دوره میگه لحظه های جان دادن هم میگه امتم گفت. در قبر میگه حضرت گذاشتمش لباش پچراس میزد امتم میگفت. بود تا زنده آن حبیبی ودود در غم آسیان امت بود. رسول الله تا 63 سالگیش فقط غم من و شما را خورد. عزیزان من فقط امتم گفت. زن نگفت، ماشین نگفت، خانه نگفت، جانش نگفت، بلکه چی گفت؟ امت گفت. وقتی رفتن حبیبی آزاده امتی گفته جان داده. وقتی رفتن شید عمرها به آخر رسید،
از جانب الله به واسطه عزرائیل اذن شد برو جان محمد بگیر. لحظه های جان سپاریدنش بود عزیزان من. امت گفت. وقتی آخر روزی رستاخیز شود آغاز، امتی گفته خیزد باز. روزی قیامت نزدیک شود هممون میموریم، هممون باز یک بار دیگر انشاءالله پیش الله میخیزیم. از این عمرایی که 50 سال و 80 سال داد البته انشاءالله امتحان میسپاریم. یا نمونار همش خدا حساب کتاب میکنه، چی نغزی کردی چی بعدی کردی. خدا سودی حقیقی خودش است. یگان کسی ظلم نمیکند، ناحق تهمت کند در دوزخ نمیپرتاید. حقیقی الله سود میکند، محکمه سودشن انشاءالله خدا خواهد سود خودش میشود. ببینید روزی رستاخیز میشده است، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل خدا میگفت است برین محمد از خوابش بیدار کنید. می اومدین نزد قبرش، میگفتن جبرائیل میگفت است که میکائیل محمد خیز قیامت قائم شده. آواز نمیبرمده است. میگفتن آخی جبرائیل تو بگو دنیا نه تو عکش بدی، تو را اخی گفت آتی یک آواز است محمد بخیزه. میگد نشید آخر گفت که میگد ای محمد وقتی حساب کتاب امتا چید. و امتی گفت میگد محمد سر از خاک برداشت. همه پیغمبرها و نفسی گفته میخستیان از قبر. محمد علیه السلام و امتی امروز ما روسی ها چی داریم؟ چی امتی داری بگو؟ برای محمد برای دین چی خدمت داری گو؟ امروز نه سوال ته. هر شب ز خودت بپرس تو گر امیری مردی که امروز با الله و رسولش چی خدمت کردی؟ بگو چی خدمت کردی؟ همم نیرنگ باز، همم خدا خط فساد کار، همم شرمنده با قدم رو پیشی محمد پگه میخیزیم. وقتی آخر تلخی جان دید گفت ای پروردگار عرشی مجید. لحظه های جان سپاریدن شد. وقتی که عزرائیل اومد بین حالی ماشواره نمیپرسد. عزرائیل خدا گفت برو پیش محمد بپرس اگر اجازه تو تیاد جانشا بگی نه تیاد گشته بیا. اومد میگد با یک سوره اعرابی دروازه را